برای ساختن زندگیت هیچ وقت ناامید نشو. یه روزی به خودت میای افتخار میکنی از اینکه ادامه دادی و تسلیم نشدی. یه روزی که با یه موفقیت زندگیت رو تغییر میدی. فقط یادت باشه برای رسیدن به اون روز باید خیلی پشتکار داشته باشی، پایداری داشته باشی و نشون بدی که استحقاق این روز رو داری. برای رسیدن به اون روز باید مثل ذره‌بین روی هدفت متمرکز بشی. برای رسیدن به اون روز نباید در مقابل مشکلاتی که برات پیش میاد و جلوی راهت سبز میشه کم بیاری، چون هیچ مسئله‌ای بدون راه حل نیست. نباید بگی من بدشانسم، سرنوشتم اینه، تقدیرم اینه، طالعم اینه. نباید بگی که من شانس زندگی ندارم، فرصتی ندارم، زمانی ندارم، وقتی ندارم، همینه که هست. سرنوشت رو خودت تعیین میکنی، تقدیر رو خودت تعیین میکنی. سرنوشت دست توه، آینده دست توه. این تویی هستی که بهش هدف و معنا میدی، این تو هستی که بهش رنگ و بو میدی و این تو هستی که استحقاق اون رو داری. تلاش کن.